های گایز، به چنل خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بریم ببینیم شخصیت‌های انیمه ها داره چند نفر رو کشتنه. لیتس گو. اول از همه گونفریکس از هانتر هانتر که بارو رو کشت و نفرپیتو که جفت اینا انسان نبودن، مورچه بودن یه جورایی و به نظرم حالا قتل آنچنان محسوب نمیشه. کیرا 54 نفر رو کشته از جوجوتسو بیزار. سانگوکو 60 نفر رو کشته از دراگون بال که 55 تاش از خود دراگون باله، 3 تاش از دراگون بال زده و 2 تاش از دراگون بال سوپره. حالا کانونیکا از هانتر هانتر، این خواهر کیلوا بود داخل هانتر هانتر و 94 نفر تا حالا کشته با آرزوی هم برآورده کردنش. قدرتی بود که داشت و خیلی خفن بود این قدرت. دازای تا حالا 138 تا قتل تایید شده داره از سگای ولگرد وانگو. لیوایا کرمن 169 نفر رو حداقل تا حالا کشته از اتک آن تایتان و 89 تاش تایتان بودنه که حالا آنچنان نمیشه آدم محسوبشون کرد دیگه، ولی بیش از 80 تاش هم انسان بوده. گاتس از برزرک تا حالا 1190 تا قتل تایید شده داره. گوبلین اسلیر از خود انیمه گوبلین اسلیر بیش از 4000 تا قتل داره که 20 تا گوبلین در هفته به مدت 5 سال داشته میکشته تا حالا. اکلریتور تا حالا 10,000 نفر رو کشته از کلونهای میساکا. اینم که تا حالا 12,000 نفر رو کشته و میگه که یک شهر رو به قارچ تبدیل کرده. موزان از دیمون اسلایر تا حالا بیش از 40,000 نفر رو کشته داخل این 1000 سال و من فکر می‌کنم که خیلی آدمای بیشتری کشته بوده باشه. شاید که 40,000 نفر به طور مستقیم کشته و یعنی خب همینجور شیطان که تبدیل کرده تا حالا فکر کنم میلیون‌ها نفر باید کشته شده باشن. سوکونا از جوجوتسو کایزن تا حالا بیش از 50,000 نفر رو کشته که اینا فکر می‌کنم که به طور مستقیم خودش شخصا کشته بوده باشه دیگه، وگرنه که البته بازم غیر مستقیم میشه اگر که انگشتاش رو کسای دیگه بخورن اینا نفرینای متفاوتی شکل میگیره و خب اونجوری هم میتونه تعداد اینا هم حتی بیشتر از این حرفا هم بشه. کاگویا تا حالا 100,000 نفر رو کشته از ناروتو و من هنوز به این نرسیدم. من الان قسمت فکر کنم 84 85 ناروتو هم تازه دارم میبینمش و اونجایی که ناروتو داره با جیرایا سفر میکنه و اینا. ماکوتو از مونلایت فانتزی تا حالا 100,000 نفر رو کشته با نابود کردن هاگ آرمی. لایت یاگامی تا حالا 124,000 نفر رو کشته که خب همشون آدمای ناجور بودن دیگه. به تو میرسه داداش. ریمورو از سنسارا تا حالا 200,000 نفر رو کشته از اورک ها و آدم ها. حالا نمیدونم اورک ها رو میشه محسوب کرد و قتل یا چی، ولی 200,000 نفر یعنی یه بخش زیادیش هم انسان بودن که خب قطعا یه سرشون ممکنه بیگناه بوده باشن. نمیدونم، باید انیمه‌شو ببینم تا بتونم تصمیم بگیرم که کار درست کرد یا نه. ولی استرس از آکامگا کیل تا حالا 400,000 نفر رو کشته و میگه که کل یک قاره رو فریز کرده، یخ زده. برگام دیابلو از سنسورا 1,000,000 نفر رو کشته، همشون هم سرباز بودن که یه جورایی میشه گفت آدم حالا کاملا بیگناهی نکشته، ولی خب بازم سربازا گناه دارن. گاندویل از چنسومن تا حالا 1,200,000 نفر رو کشته و این عدد رو واسه انگار 5 دقیقه بیشتر هم طول نکشید، همه رو داخل 5 دقیقه کشت رفت که داخل بکنم فصله که خود چنسومن هم داشت میگفت چه همچین چیزیو. آزوسا آیزاوا از اسلایم تئوشیته تا حالا 3,000,000 نفر کشته و میگه 25 تا اسلایم در روز واسه 300 سال. شت، مشکلش با اسلایم ها چی بوده؟ آلکاردم از هلسینگ تا حالا 3,100,000 نفر رو کشته و میگه همه روحایی که جذب کرده بود و کشت. ایشون هم که ستون گنگ شبیه اسرائیل، یعنی از اوورلورد تا حالا 7,000,000 نفر رو کشته و دیستروید ریستایز کینگدام قلمروی ریستایز رو نابود کرده گویا. سازوکو از کودگیا تا حالا 25,000,000 نفر رو کشته و میگه که شهر فلیجا رو نابود کرده که باعث کشته شدن 25,000,000 نفر شده. یوگیری هم از اینسایدس تا حالا بیش از 60,000,000 نفر رو کشته که همه اینا هم داخل مانگا تایید شدن. تینجینبو تا حالا بیش از 200,000,000 نفر رو کشته و میگه که تمام پادشاهی ها و ارتششون همه چی رو با هم کلا نابود کرده
و خب قطعا به این هنوز نرسیدیم، ولی فکر کنم یه همچین چیزی رو بخواد نشون بده انیمه دهنش سرویس میشه. واسه همینه که تا 2028 به تاخیر خورده اگه بخواد تازه بسازنش. ایرن یگر از اتک آن تایتان تا 1 میلیارد و 600 میلیون نفر کشته. من فکر می‌کنم این عددش خیلی بیشتر باشه، ولی خب داخل دنیای حال حاضر جمعیت 8 میلیارد نفره. دارن داخل دنیای اتک آن تایتان جمعیت خیلی کمتر بوده و خب 80% انسان‌ها رو کشتن معادل میشه با 1 میلیارد و 600 میلیون نفر. زابی از گاندام تا حالا 4 میلیارد نفر رو کشته و میگه که یک بیگانه رو، آدم فضایی تو رو اینا رو توی استرالیا انداخته که خب فکر کنم همه استرالیا رو هم گرفته کشته بنده خدا رو. 4 میلیارد نفر هم تازه استرالیا داخل این انیمه جمعیت داشته. پشمام. گارو 8 میلیارد نفر داخل انیمه وان پانچ من کشته. میگه داخل اومنیوس فیوچر یا آینده شوم. اوتینس 100 میلیارد نفر رو کشته و جالبه بدونید تمام اون 100 میلیارد نفر تومای بیچاره بوده. توما کامیجو بیچاره در واقع. یعنی فکر کن یک نفر رو 100 میلیارد بار بکشی و خب قدم به روش های خیلی متفاوت هی مرده و هی مرده و هی مرده. دلم اولش میسوزه. لاین از سریال اکسپریمنتس لاین تا حالا 108 میلیارد نفر رو کشته که تازه این عدد تایید شده شه، یعنی حتی میتونه بیشتر از اینم باشه. یاماتو از بلیچ تا حالا 10 تریلیون نفر رو کشته. میدونید این خب شینیگامی بود دیگه، رئیس شینیگامی بود دیگه، تورایی. و خب منظورش هم آدمایی که باید بمیرن دیگه. میگن اگه نمیریم خب 50,000 سال عمر میکنیم و کلا خب زمین نمیتونه جمعیتمون رو تحمل کنه و خب خیلی اتفاق بد میفته دیگه. منطقی حالا کشتنش. جین موری از The God of High School تا حالا اصلا بعد تریلیون نمیم چه عددیه، ولی یه عدد خیلی خیلی طولانی گرفته کلونهای شیطان رو کشته. نئو از توریکو تا حالا سیاره ها نابود کرده. برگام. زنا از دراگون بال هم که تا حالا بی نهایت انسان کشته و میگه که تمام خط زمانی رو تایملاین رو گرفته پاک کرده. آنتی اسپریال از گارن لاگان اینم باز بی نهایت و میگه چندین یونیورس رو نابود کرده. جیرنو جیوانا از جوجوتسو بیزار اینشون هم که کلا بی نهایت و هیچ توضیح خاصی راجبش ننوشته. احتمالاً که این از اونها هم شاید بیشتر کشته بوده باشه، نمیدونم. گاد اوسوب از وان پیس هم تا حالا تریلیون ها هزار تریلیارد نفر رو کشته از اونجایی که گاده دیگه. اینکه لوفی تا حالا هیچ کس رو نکشته، طبق چیزی که اخباری که خونده بودم اینا تا حالا هیچ کس تا حالا نکشته و تا اونجا اون همه آدمی که گرفته کتک زده نکشتشون که این واقعا پشمامو میریسونه. ناروتو هم تازه مثل لوفی دقیقاً یه همچین حرکتی زده و اینا تا حالا کسی رو نکشته یا خب باعث میشه واقعا برگام بریزه. و اون اولم گونفریکس هم که 2 نفر رو کشته، فکر کنم کلا 9 سالشه و 2 نفر کشته، 9 سال یا 12 سال، همچین سن خیلی کمی توی هانتر